باشد نمیبخشد. یا خدا، اوه سمی دعایم از برای تو. یا خدایا انشالله میبخشد. دوملا زیا خانم زهرا، دوملا من برای عمل این شب از شما عذر پرسیدن میخواهم. چرا؟ برای با اون سمی احمق بازی ساخته کردنتان نه؟ دوملا غضب شوید همه روزی. کی؟ من غضبناک شدم؟ این کار ناگهان شد. من باید نمیگفتم و سمی یک باره. گوش کنید خانم زهرا، مشکلی در سمی نیست، مشکلی در شماست. فهمو؟ با سمی فاتحه ساخته، با من ازدواجی ساخته، این چی گپ ساخته همه چیز شما ساخته است. دوملا من از شما عذر میخواهم. گوش کنید، شخصی عذر میپرسیدگی باشد آن هم من هستم. فهمو؟ من باید با بازی ازدواجی ساخته همراه نمیشدم. خفه نشوید خانم زهرا، من یک دوملایم. خیر دوملایم یک طرف، من انسان هستم. دوملا میبخشید من این رو با شما چند بار گفتم خانم زهرا، اما شما مرا هیچ گوش نکردید. مرا هیچ گوش نکردید. دوملا نکنید. گوش کنید، همه چیزی شما ساخته بوده میتواند، اما من ساخته نیستم. فهمیدید خانم زهرا؟ من حقیقت هستم. این بازی رو دیگر دوام نمیدیم. به هیچ کجا نمیروید. فهمیدید؟ من حالا با بابایم چی میگویم؟ ها؟ هیچی گپ خودش باز انگشتری رو به سرم میپرسید. من بد اخلاقی کردم مگر؟ چرا خاموش ایستاده گپ زنید؟ مگر این عمل ها به دوملا زیبنده است؟ نه. چی نه؟ باز به من مانند حیرت زده ها رفتار کرده استاده. از پشت شما من حالا بدترین روزهای حیاتم رو پشت سر کرده استادم. ای وای این خدر هم نه اوخه. شخصی که در این باره نداند گمان میکند که من گناهکار هستم. دوملا فریاد نزنید، بابایم میفهمد. کششو نباید شنیدن گیره، پروایی نداره. البته پروایی نداره، زندگی شما خوش است. دوملا خودتون رو فکر میکنید همین خیلی؟ چی؟ خودم رو فکر میکنم؟ خانم زهرا، من مگر برای خودم رو فکر کردم با شما ازدواجی ساخته کردم؟ دوملا گفتم که داد نزنید، تمام شنوند مگر همه در آخر نمیشنوند؟ حالا از شما میپرسم، لطفاً با من جواب دهید، مگر من برای خودم رو فکر کردم با شما ازدواجی ساخته کردم؟ ممکن خوبی کردید، من این را رد نمیکنم. میلش، اما برای خوبی کردتون این را شرط نیست که به سر من زنید. من این خیلی هوایی کار کردن رو دوست نمیدارم. چی انگشتری رو باز به سر من میزنید؟ هوایی؟ بله. بخیر است خانم زهرا، چه خیلی هوایی؟ من این کار رو با آخر میرسونم. فهمیده؟ تمام شد. چرا تمام شده؟ نباید تمام شود. چرا از روی یک مسئله پوچ به آخر رسد؟ نباید به آخر رسد. چی میگویم؟ تنها شما یار رو دوست دارید، ها؟ تنها شما در اطرافتان دوست دارید. عجبا من با آدمان چی میگم؟ خیر تمام. پس لطفاً مانند کودک رفتار نکرده این انگشتری رو به دستتون اندازید. شما حالا هم انگشتری رو تشت دادید. قرارم رو دادم، خفه نشوید. من میروم. به هیچ کجا نمیروید. مرا به درد و غم گرفتار نکنید. درد و غم؟ حالا با شما رو با درد و غم گرفتار کردم. بله، مرا با درد و غم گرفتار میکنید. نه. پس از تنی انگشتری میروم گفتنتون این چی گپ خودش؟ مگر این درد و غم گرفتار شدنی؟ با خدا اکنون شما چه خیلی که فهمیدن گیرید خانم. ایستید.
نروید. حالا گپای من تمام نشده است. اما گپای من تمام شده. شما چی گفتن میخواهید؟ چیزی که گفتم همش آشکار است. با من داد نزنید دامولازیو. شما داد نزنید خانم. شما اینقدر به وجدان هستید؟ اومده باز به وجدان شده من؟ بله به وجدان هستید. نه بینید حالا شما داد زده ایستاده. رفتار کنید که به دامولا زیبنده باشد. این چی علاقه دارد؟ بسیار علاقه دارد. یگان دامولا این رفتارهای کرده شما را اصلا نمیکند. بس است آخه دامولا بس است آخه. نفهمیدم شما چی خیلی از یک چیز خوردکک واهمه میکنید؟ خوردکک؟ بله خوردکک. لیکن واهمه کرده استادید. گویا که ما در حقیقت فاتحه شدیم، گویا که ما همدیگر را دوست می‌داریم. این خیلی رفتار کرده استادید. بسیار چیز عجیبه. البته دوست می‌دارم دیوانه‌وار دوست می‌دارم، مثل مجنون عاشق هستم. یگان گپ داری؟ چی شد؟ حیران شدی؟ بسیار حیران شدم دامولا. یعنی این ناممکن است. بس است زهرا، میفهمی؟ بس است. در حیاتم یگانه حقیقت تو هستی. تو رو دوست می‌دارم. در حقیقت بسیار حیران شدم. چی گفتنم را نمیدونم. حسیاتت رو هیچ معلوم نمیکرده. به خدا آفرین. حسیاتم رو معلوم نکردم؟ البته عزیزم، اگر با دختری که حسیاتش از بین رفته است عاشق شوی، عاقبتش همین است. دامولا مگر من حسیات ندارم؟ برای به حسیات شما جواب دادنم من باید حسیات داشته باشم و شما فکر میکنید من ندارم. زبانش برو چشم نرسد. حاضر جواب است همیشه. دامولا التماس بیایید حقیقت پرست شویم. مگر من به شما زیبندم؟ یک به خودتان نگاه کنید و یک به من. عاشق شدید. این همه رو خیال کردید ها؟ به شما عاشق شدم. عشق هم باید منطق داشته باشد عزیزم. عشق هم باید منطق داشته باشد. در جایی که عشق هست مگر منطق میشود نه؟ منطق خاموش شده قلب گپ میزند. شما مگر یگان بار با قلبتون گپ زده اید؟ شما در حقیقت نفهمیدید دامولازیا جان. مانند آن رفتار میکنید که گویا ما در حقیقت فاتحه شده و همدیگر رو دوست میداریم. خانم زهرا بس است آخر. بیایید تکرار و تکرار گپ زده یکدیگر رو نرنجانیم. علش سرمه. چی شد با من؟ مرا پی زده باشد. اکنون که بودن هزار سیاه رو فهمیدی؟ زاوی سیاه ربه شده اهله که بسیار سخلت تو کوبم کرده. دامولا با من چنین نمودار می شود که شما به این بازی بسیار داده شده اید. چی؟ این رو تنها برای خسر شدن بابویم کرده ایستادید. همین طور نی؟ اما شما مانند آنی که گویا من فاتحه شده اصلی شما هستم بردوام مرا گناهگار میکنید. حقی مرا پایمال کرده ایستادید و حالا از من باید عذر پرسید. چی؟ عذر بپرسم؟ بله عذر پرسید. در اصل شما از من باید عذر پرسید. زاوی سیاه کیست ها؟ او چرا مرا را تو کوب کرده؟ من چیکار کردم؟ سلام. میبخشید و من چرا از شما برای یک کار پوچ و به معنی فهمی کرده عذر پرسم؟ یا خدا ممکن است همه دروغ گفته باشد. خیر گفتیم من احمق یگان چیز گفته است اما شما رد نکردید. شما در آنجا میگفتید که نه جناب اون فاتح شده من دامولا زیا. گفته نتوانستم چون که سمی کار علاقه به آخر رسانده بود. علاقه گفته بود هیچ کار کردن نمیتوانستم. البته که او را جنگ کردم. سلامت باشه جنگ کرده بود است. هر چی کار میکردم دامولا زیا؟ در نزد آن آدمان جدیت و راستی رو از دست میدادم. همین خیلی کردم. جدیت و راستی بوده است. خانم زهرا با شما یک چیز گویم، شما در اصل امروز دامولا زیا را از دست دادید. یا خدای توبه، چرا برگشت موضوع رو به از دست دادن و انگشتری پسات میارید؟ زور کردنم آخر به شما معلوم است کو؟ به خدا من میروم خانم زهرا، زور کردن شما را هم نمیخواهم. نمیروید به هیچ کجا. منش ای حلقم خوک شده از فهماندن شما بازی رو برای خونه خوردم. به هیچ کجا نمیروید. از ما عذر میپرسید.
ابا بله دوملوزیو شما چی رو انتظار؟ اول عذر میپرسید بعد این انگشتر رو با انگشتتون میاندازید. کمی جدی میشویم. جدی میشویم. چی نفسن؟ آنها جنگ دارن؟ دنبال تیموسین انگشترین رو اندازید مرا در نزد مردم شرمنده نکنید مونده شدم. خانم زهرا مگر شما نمیفهمید من این انگشترین رو پرتافتم. بود به اول آمدیم. با اول نآمدیم با آخر رسیدیم. دنبال شما جدی میگویید؟ من با آدمو چی میگویم؟ با خدا این رو هنگام باسمی بازی کردنتون فکر میکردی؟ از پشت من آنها جنگ دارند؟ زورکو دمولو با شما چند بار این مسئله فهمونمه سمی برای خلاص شدن این کاری پوچ را کرد. باورم نمیآید حالا همون رو پشتیبانی میکنی. سرم حیران شده. شبتان خوش دیگر این موضوع رو کشاله نکنید. یعنی قرارتان را دادید؟ بله. من با بابایم چی میگویم؟ با خدا این رو پیشتر فکر میکردی؟ آخرون گفتان همین است؟ بله. شما چقدر انسان سنگ دل بوده اید؟ چی شده باشد؟ آنها جدا شدند؟ با خدا هیچ چیز رو نفهمیدم. یا بسم الله. خیز کنی؟ حرکت های ناجان نکن زود تیار شو میرویم. کنجی از کجا خیسته؟ با زهرا جدا شدیم کار با آخر رسید از اینجا میرویم. آبا چه جدا شده؟ بله برادر جدا شدیم. خدایا سلی محو شدم سلین. چی شد زورو؟ داملازیو انگشتری رو پرتافت. چی؟ داملازیو انگشتری رو پرتافت خیر. از پشت این سمی بالا زده این رو که رو بی بسرم آمد. آخی برادر دو روز پیش فوتیه شدی در رستوران این قرقز من بفایده بودا؟ خاموش شو شوکت بسیار گپ نزن زود میرویم. کیلت آخی تو عاشقی واسه چخیل رو پرتافته میروی؟ چخیل عاشق پسرم چخیل عاشق نمیبینی آخر دختر ما رو دوست نمیدارد. کیلت لباسات جمع کرده ایستی گویا که جای رفتن تا میدونی. رئیس ساعت یک شب کجا میریم؟ عاشقان خیلی نمیکنن. چخیل عشق نه؟ چخیل عشق با من فهمان عشق یک طرفه تا جای است. بس که پر کن. هم قنوز میگینی که میگی که زورا زنک باشه این مرده. کیلت بخدو پیشکیل میگن که ایجا بریم خور و زور میشیم. در کوچه میمونیم. شوکت دیگر گپ نزن زود شو وقتمون رو نگیر برادر. برگم شد. خیلی شوکت بسیار گپ نزن. بخشیشو یک چیز دیگر پرسم. ما با کجا میرویم؟ نمیدونم شوکت اما از اینجا با دیگر جا هر کجای باشد زود باش. ایت کجا میره با هم مسجد اصول دامون مسجد خواب کردم تاز را گردم در میکنم. سرین من چی کار میکنم؟ اکنون با بابایم چی میگویم؟ زورو جون مرا گوش کن کمی آرام شو. دوملوزیو سر که خیست یکون کار کرده دیلشون یابی. سلین این خیر نیست. او چونان جدی مینمود که گویا از کفش دیگر نمیگردد. زورو رفته دوباره گپ میزنی دیگر ایلاجی نیست.
برادر ها اقلا بیایم بابوی اکرم خیر بگوییم ناآدمی میشود. شوکت در این شب یگان کس رو بدور کردن لازم نیست. بعد زنگ زده میگویم برادر. خب بیا تو سهر بسیم با میریم. اوه شوکت رفتیم میگویم وقتی مرا نگیر. تو هم چی قدر دورنده شدی؟ رنگ بومجو میگردیم شما دون ما در دست ما. راهگر ای برادر اصول خوب کردم گرده چپ میکارم این سال گرده راست میکارم با همینجا میبینیم. شوکت در این خنوکی آدمانی هستن که در کوچه ها خواب میروند. تو چرا اینقدر غرغر میکنی؟ ابا چه پیشکه بخیر با این مچتا و خیر. ما را گوش کن. اون داملو از چی شد؟ فراموش کردم که پرسم. برادر ما را او بالای همه آدم زد. لیکن همه قجیانی بسیاری داشته که همش همون جمع خورد و خوراک شده. در همین بیخونگی میگم برم همونجا خوب کنم. باز با او یکم حادثه رخ ندهد آخر من خواطر هستم. دامولا هم کودکی که در بارش گفتی همیه؟ او هست. ای قشیرینه که پدنالا چیزی ها؟ بله شیرین است. در این وقت تو چیکار میکنی؟ تو خنک نمیخوری؟ بیرون خنک از بیشتر. سیخ شدم هوای تازه برآمدم. خدایا توبه تو چه خیلی کودک هستی؟ یک اطراف رو بین کنی مانند تو یکم کودک با بیرون برآمده است؟ در حقیقت غیر همه و کلاس یکم کودک نیست. ای بچه ایدومی دوملوزیو نگرد و خیلی پدرت نباشه. به مغازه شیرینی ها روه. این کودک ما رو گوش نمیکنه شوکت. نه ای سگره گوش کن. ای بچه تو خونه و در داری؟ در کجا زندگی میکنی؟ شیرینی های فستیوال بسیار زیباست. چشمونش باشد زیباتر. نه بعد چند خیالی میشه و تو رو نمیشنوه. این بیاداب بچه بده پدر مادرش هایمی؟ داملازیا داملازیا زیا جان زیا یا خدایا رفته باشد داملا زیا سیرین داملا زیا رفته است چی؟ رفته است آخر نیست رفته است اکنون ما چیکار میکنم بله بسنه استاد باش سهر روز از پیشمون برام هر بپرس هجری چی میگی؟ استاد حکم جراحی پلاستیکی کردن چیست؟ بخیر است تو کجایت رو جراحی میکنی؟ توبه استغفرالله من جراحی نمیکنم استاد. هجری من با تو چند بار گفتم که سوالهای دیگر کس رو آماده نپرسن؟ سوال دیگر کس نیست استاد از نام همه انسانیت میپرسم. یا خدا توبه درد انسانیت با تو مونده؟ چی می نویسی؟ درد انسانیت با تو ماند. یا خدا توبه در این سحر این چی بود؟ نویس هجری مدام نوشتن رو سر کردی دوام ده. حالا بین یک بنده حل کرده خدا را دیگر بندگان اگر دوست ندارند با آن کس از همین سبب جراحی کند گناه این جراحی کردهش از اون نه بلکه از دیگران است. نوشتی؟ نوشتم استاد تمام. همش همین. بیا رفت. خدا راضی باشد استاد. سلامت باش. احمد بیاک من بوده ای. من یکه شوکت. عزیزان سمی در کجاست و کار رفت؟ نه یعنی برآمدنش را ندیدم بابا جون. با همه صبح بخیر. پسرم این عینک هاست کجا آمد؟ سمیر تو هم با مانند فروخ نمودت رو عوض کردی؟ نه یانگه پسرم مگر با عینک آفتابی صبحانه میکنن مانند دیهات ها یعنی عینک ها رو برار زود. عزیزم با تو چی شد؟ یگون چیزی مهم نیست. تو جنگ کردی چی؟
زهرا شما امشب یک جای نبودید؟ نمیدونم بابا جان وقتی ما برآمده آمدن هیچ چیز نبود. من نبدیده ایستادم. سمی چی شد کنی فهمون؟ بیا با نزد دکتر رویم. نه با دکتر احتیاج ندارم. شب یک گذاشتم دردش گم شد. پسرم گپ را تاب نده، زود فهمان. خیر فهمونم که چیکار کردم؟ گرچه من این خیلی چیزها رو فهمونده تعریف نمیخواهم. تعریف میگویی؟ چی؟ مدامی که اینقدر مراخ کرده میفهمونم. ما شب با زهرا خیر خوش کردیم. هنگامی را گشتن 3 ماه زده یک دختر رو ناراحت کرده ایستاده بود. این احمق ها را ببین، اینا خر بچه هستن، خر بچه. اونا احمقن. خیر البته که من هم به این وضعیت به دخالت نموندم. گفتم که کن اینجا بیایه دختر رو سر دهید. چی شد؟ خیر 3 نفره یک بستر هجوم کردن. البته شما آنها رو میدیدید چی خیلی افتادم. باید خیر دکتر به نظم آمد اکا خدا راضی باشد گفت، رحمت گفت. البته که به من کمی ضرر هم رسید اما بسیار خوب کردی. دختر را در آنجا تنها گذاشتن نمیتوانستی. به توی نش زیبنده است. آفرین. تشکر به شما. خیلی خوب. بسیار رفتاری نمونه‌ای. من با تو باوری زیاد داشتم. حالا باشد خودت را پرتر اثبات کردی سمی. این موضوع رو محکم کنی. من شرم کردم راستی. بینیده از شرم سوپ سرخ شد. زهرا دامولازیا را دعوت نکردی؟ دامولازیو؟ بله. من چی؟ من دعوت میکردم به صبحانه. کردم بابا جان کردم. مگر نمیکنم کردم. اما به کجا رفت است؟ چی؟ به کجا رفت؟ به کجا رفت؟ به گالری. راهنما شده است. چه خیلی لگیر بوده است؟ لگیر آموزشی. مفتیات برای دامولوهای مسجد با خوری نمیدونم 2 روزه یا 3 روزه تشکیل کردن. دامولوزی هم به همونجا رفت. این را سمینار میگن همینطور؟ همین خیلی عینا. بله. خدای توبه. زیادر باره این به من چیزی نگفت؟ ای از تلاش فاتحه او شاید فراموش کرده است. معلوم که دینا شب دامولازیا سخت رنجیده است. اینها خوب جنگ کردن. خوب بسیار هم خوب. چه مفتیات کدام سمینار؟ اون شخص دامولوی حقیقی نیست. با یکون سمیناری مفتیات نمیروند. میلیس لبای موتر. پدر در کجاست؟ من از کجا میدونم در کجاست؟ من از کجا میدونم؟ با پدر جانت خرید کردن رو میدونی؟ نمودش رو عوض کردن رو میدونی؟ خب میلیس پدر جانت هست گفت زود باش سلین. دیارا یافترمون در کن. آمدم جانم. دخترها کمی انتظار شوید تلفنم رو گیرم. یک جا به آفیس میرویم. ما به آفیس نمیرویم سمی جان. خیر به کجا میروید؟ به تو تعلق ندارد. زهرا با من قهری کرده ای؟ بله قهریم. آخر من چیکار کردم؟ چه کار کردی؟ کارهای کرده در خاطرت نیست مگر یک فکر کرده بی؟ تو حالا هم در فکر دیشب است. بله حالا هم در فکر کارهای دینشبه تو هستم. بسیار غضب کردی مرا. حالا به عقلم درست نمیاد که چه خیلی این کار رو تو کردی. تنها با تو کمک کردن خواستم. نکن سمی کمک نکن. اگر همین خیل کردنی باشه بگذار ایستاد رحمت. آخر میدونستم که تو اینقدر غضبناک میشوی این خیل کار میکردم. گرچه تو رو نبو و فکرم ما دامولازیا رو غضبناک کردیم. همزیا رو و همه رو بچنون وضعیت مشکلی مانده کی. تو حال به خاطرم باید عصبم ویران میشود. سیلین آخر تو یکون چیز بگو از برای خدا. مایلش برای دامولازیا عیب شدنش ممکن. این رو فکر نکردم. برای من چیزی مهم آینده شرکتم. شرکت رو فکر کردنت البته خوب است لیکن کاش که این وضعیت رو به ما گفتم میفهمونی سمی جان. مایلش
майлаш хато кардам узр мепурсам. барои маро бахшиданатон чӣ кор кунам? аз мо бахшиш напурса, аз домулозиё бахшиш пурс. аз ӯ узр мепурсӣ? бале, ба домулозиё чаро ин хел кор карданатро бояд шаҳр диҳӣ азизам. майлаш рафта аз ӯ ҳам узр мепурсам, аммо шумо маро мебахшед? аввал ту аз ӯ бахшиш пурс. эй, дар ҳақиқат ба чашми ту чӣ шуд? чӣ хел чӣ шуд? дар дарун ҳамашро фаҳмондам ку. он афсонае ки нақл кардӣ бовар карданашро аз мо интизор несте сами ҳамхис? айнам самиҷон. ман ҳам ба дурӯғи шумо бовар накардам. биё рафтем серем дер мемонем. биё азизам равем. хайр сами. ҷабр дида. то бозди духтарҳо. خوب هستی سعید جان؟ خوبم. تو چی خیلی هستی شیرین نکن؟ نه، برای تو بسیار خواطر شدم. دیروز در کجا بودی؟ به خانه رفتم. به خانه؟ نفهمیدم. خانه تان در کجاست؟ چشم کبودک، از این شیرینی باز یک طبق دیگر میاری؟ البته که میارم، لیکن اول به سوالی دومولو جواب ده. چی پرسید؟ کودک حتی ما رو گوش نمیکند. پرسیدن که خانه تان در کجاست؟ بله. چی کار میکند؟ من خانه او را میپرسم. ای تو کودک خانه نداری؟ یک کجا داره؟ نه یعنی خانه شخصی داره؟ از خودش نیست گفتنی بودم من. نه ما اون خیلی نداریم. آیله داره است. کودک داری؟ وای بخششو در مقابل یک سوالی پرسیدم. چند سوال باید از ما پرسی؟ سعید جون دومولو آیله دار نیست، نه وقت فاتحه کردم. لیکن انگشتری نداره. دومولو انگشتری نتان در کجاست؟ امروز چی شد؟ با فکرم در خانه وقتی طهارت کردنم در لبه جومک آب موندم. نمیدونم. مگر انگشترینی فاتحه ها رو فراموش میکنم؟ سبال اگر من با تو فاتحه کنم انگشترین رو هیچ گاه نمیبرم. شیرینکی من چای بیارم دومولو؟ مایلش یک چای بیارم. بازیر میارم. مای چای بیمزه. با تو هم شیرینی میارم عزیزکم. بهترین هستی. تو یکون سوال دیگر نیافتی ها؟ و انگشتان دیگر رو نظر میکنی به تربیه. هیچ کس از من چیزی بینون کرده نمیتونه. من سوپر قهرمان هستم. ای گم کن سوپر قهرمان نترو. برادر در بلا موندی با سوپر پدرنالد روبرو شدی. تو خاموشی شبکت. ولی دومولو کنی گبزن از دوست داشته جدا شدی؟ های ای نخود پیش قاشق کاری خطا کن. با کاری کلانا چی کار داری؟ ها معلوم که دومولو اندیخ از دوست داشته جدا شدن، اما شما نمیخواهید که همه این را شنوند. ای خدا زنت تو را شکر. ای دیوانه بوده و خدایی گریختن در کوره. گوش کن سعید جان، با من این سوال های نوازیم هیچ معقول نیست. مرا فهمیدی؟ چی تصادف؟ من هم آخر با چرا کبودی زیبای صحبت موندگی چرا با شما بر این آدمان دلگیر کننده در یک میز نشستم. یا خدا این خیلی کودک است. این کودک ساخ نبوده برادر. عیناً مانند کودکیوی تو است. کلتکلسچه. عجبا تو خوردی مرا از کجا میدونی شبکت؟ بچه گوره ترم همه جمعون مخی. خوراکت را خور، خوراکت را. چیکار کرده ایستاده اید؟ دلیل جستجو دارم. چی خیل دلیل؟ موی زن، خوشبویی زن، چکی خورو، چکی جواهرات زنانه، آرایشات زنانه. آخر چرا؟ شیرینک میدونی پدرت نمودش رو عوض کرده است. با ورزش آغاز کرده، با کوچه گردی میبراید. آخر رفتارش نسبت من بسیاری باز شد. او آشکارا
به خود اعتماد کنی سرکرده. مادر بیاد با ایمان نکنید این رو. آخر درباره همون پدرمون گپ میزنیم. تنها به خودش اهمیت دادن رو سر کرده است. تموم. من چیزی رو حس کرده ایستادم. بالا میبینی انیق چیزی هست. زنی با عقل یک بار فریب میخورد. در مراجعه گیریم دستگیر میکنم. من حس کرده ایستادم انیق دستگیر میکنم. بیا تو هم به من کمک بکن دخترم. بسیار کار است. کاری بسیار. آخر فرق تو باور داری که به کار می آید. تو امروز به نزد یک چند متخصص روانشناس تراپیست رفتم. یگان تای آنها ما رو با همسرم آشتی نکنند. جمیل جان این تماما دیگر چیز است. یعنی این حادثه دیگر است. با خدا باور بکن من روزهای خرسندترین ازدواج سالم رو پس سر کرده ایستادم. یک به من نگر فرقی تماما دیگری نو رو نمیبینی؟ یعنی بله انا همین دامولوزیا و تو تمامی اصولهای خودشانشوی تو رو میدهد. یعنی همسرت رو زیر دست میگیری. انشاءالله فرق جان. در این اصلا پرسیدن رو فراموش کردن بسیار گپ زده. این دامولو در کدام دانشگاه استاد است؟ سوهش چیست؟ روانشناس است؟ جمیل جان کمی بعد جوابی تمامی سوالهایت رو میگیریم. خواطر نشو. کلاس جان سموم تمام شده. یک تومور تشنه نمینیستی برام سودا کنم. شوکت با حضور دیر صبحانه خوردمه بیا مانه. چه صبحانه یا توبه این شودا کجا خوب میکنی؟ دامولازیا سلام علیکم آقای فرخ. دامولا شما را با رفیقی جانیم جمیل جان شناس میکنم. جمیل جان این دامولایی که درباره‌اش به تو نقل کرده بودم. دامولا از شناسایی ما بسیار شدم. فرخ شما را بسیار تعریف کرد. چی رو تعریف کرد؟ متخصص مناسبت‌های عائلوی. کی بودم؟ دکتری عاشقی. دامولا اکنون خیلی خاکساری نکنید آخر. یعنی از توصیه‌های به من داده شما همسرم به مانندی روزهای اول عاشق شد. آخر به من چون جش دارد فهماندن ناممکن است. من هم به یگان شفا شما را توصیه دادم. خوب کردی. دکتر از سببی که اولین بار من با روحی سنی کودکدار میشوم آخر در اول نتیجه مثبت شدنش را فکر نکردم. یعنی بسیار مشکل است. آدمان یک چند بار میسنجند. در دفعه آخر به نتیجه رسیدگی ها است. البته که من این را یک بار دیگر با اون مصلحت میکنم. خانم حاله یعنی من به همش تیارم. در حقیقت تیار هستم. یعنی باری اول است. این باری اول کاری زود حل شونده نیست. مشکل است. اینها یک دوگانه من در دفعه چهارم حامله شد. علاوه بر این انسان روحاً باید به این تیار باشد. در حقیقت بسیار کاری مشکل است. یعنی من برای سنی صاحب کودک شدن میخواهم. اما اگر نشود هیچ گپ نه. خانم حامله دار هستید. چی؟ حامله دار هستید. من؟ بله. در حقیقت عجبا بله چی تو فگرم کرته گیرم. کرته بسیار دارد. پای افسال گیرم. آخر خونه پر از پای افسال های او. چی گیرم یک فکر کن. یکان چیزی ارزشناک. چیزی زیبا. بیا سردارم شناس شوید. این کس همکاری نه با ما. نه سروینوز سردارم. انا آقای جمیل چی مشکلی داره؟ داملا من میخواهم با همسرم مانند پیشینه حیات به سر برم. اما مانند وقتهای پیشینه با او مناسبت کردن نمیتوانم. چی کاری نکنم؟ یعنی در خلق غضبناک میشود. دو فقام برداشته جنگ میکنند. یعنی مسئله همین است. با وضعیت شما بسیار مانند است. aynen دامولو. داملا التماس من رو نجات. من همسرم رو بسیار دوست میدارم. آخرین بار با همسرتان چی اتفاق افتاد؟ آخرین بار ماشینی مدل آخر رو گرفتم. این خیلی ماشین های آخرین مدل و قیمت از این پس نیست. فهمم؟ مالش داملا پس چی گیرم؟ مربای ارگانیکی.
با زنها محصولات ارگانیکی بسیار معقول است. میروید به همسرتون میگید که انا گیر عزیزم با تو مربای ارگانیکی گرفتم، این رو با دسترخوان گذار با نان مزه کرده میخورید. مهلشو باز چی کنم داملا؟ باز همسرتون رو رشک میکنید. با کی داملا؟ خدایا توبه، مگر اینش رو هم من گویم می؟ داملا من یک کاتبه دارم مانند منیکین. ها با او رشک کنونم؟ های این چه داملا است ها؟ نه آقای جمیل، شما چی کار میکنید؟ من این خیل کنید نگفتم. اگر این خیل کنید همسرتون شما رو در حال پسی در میکنه. فهمیدم داملا. آخر شما با یگون کسی شناستون کمی نزدیک میشوید، چنان میکنید که گویا با او اهمیت میدید، میرقصید، بازی میکنید، همین خیل کارها رو میکنید. یعنی چه رقصان؟ سالسا، بچاتا، والس؟ بچاتا مچاتا نمیشود. این رقص ها بسیار صمیمی میباشن. نباشه چی کار کنم داملا؟ حالا برادر عزیزم دانسته باشید که صداقت، حرمت و محبت زن و شوهر نسبت یکدیگر البته یکی از اساسهای مهمترین جمعیت رو تشکیل میده. چه داملا؟ دین ما قهرگی بین همسران رو هیچگاه خوش نمیپذیرد. داملا؟ حالا باشد همچون داملا وظیفه اساسی ایمان این را گشته و برگشته به انسانها فهماندن است. انا همین که رقص سلسه کنید. چه خیلی یعنی؟ این رقص موافق تر است، دیگرانش را نکنید تا ویرانکاری نشود. باز چی کنم داملا؟ اومد اهمیت عائله در دینمان بسیار کلان است، اما متاسفانه البته آدمان عین زمان به این به طور خوب اهمیت نمیدهند. البته داملا من هم موافق برای همین آمدم. من با عائله‌ام بسیار اهمیت میدهم. من همسرم را بسیار دوست میدارم. البته که اگر بین زن و شوهر حرمت و احترام و محبت نباشد اهمیت عائله از بین میرود. با این دقت دادن لازم. الو مایلا شدیر بگویم. برادر شما چقدر که میخواید رقص کنید از سلسه اثر کنید، بعد به رقص تانگو میگذارید. تانگو؟ اوی برادر این در یک گفش نمیستد. هیچ خیلی داملا است. این نفهمیدم. ای خدا. تانگو هم بازی کرده میتوانید. مثلا همسرتان شما را در یگان جا هنگامی با یک زن رقص تانگو کردنتان را بیند، از محبتی که به شما نشان نداده است پشیمان میشود. داملا کاشکی. یعنی حالا خواهر عزیزم آخر شما ما را با وضعیت ناگوار گرفتار کرده ایستاده اید. چه داملا؟ برادر عزیز شما این ریسپت رو استفاده نمایید، بعد از اون آماده به نتیجهش نظر میکنیم. فراموش نکنید هدیه قیمت نمیگیرید، از محصولات های ارگانیکی خریدن رو دوام میدید، رقص کردن رو فراموش نکنید. مایلش داملا فهمیدم. های این داملا بسیار خطرناک است. سیوال را از این دور کردن در کار است. چه خیل میکنیم ها؟ تشکر زیاد داملا. داملا خط خدمتتان چقدر است؟ مگر خیل میشود یعنی آخر آشتی کناندن عائله وظیفه من است. داملا من تا امروز به نزد یک چند متخصصان رفتم، اما یگان تای آنها به درد من دوا نشدن. بسیار منتظرم از شما. شده نمیتواند. ما از جهت عملیش داخل میشویم به این کار. عملی گفتید؟ یعنی از جهت عملیش داخل میشویم، چون که این خیل کارها با نظریه نمیشود. ما باشیم این راهها را استفاده میبریم. فهمیدم داملا. من گفته های شما را نقطه به نقطه اجرا میکنم. برای این باز به شما تشکر زیاد داملا. تا بازدید. استغفرالله. تا بازدید. داملا بسیار کار ثواب کرده. خداحافظ. و شما روزی خوش. آفرین مولای زمانوی. شوکت این نمی که احمق از سحر بود همینجا بود. من از کجا دونم برادر؟ مگر من در خفنم چشم دارم؟ اهمیت ندادم. تو من با یکون چیز اهمیت نمیدی. من یا اینکه تو بچه همون آدم پولدار بود و پیش آمده توصیه دادی چرا پولش نمیگیری؟ یگان چی نداریم. چقدر با پول چسبیدی ها؟ چرا پولش رو گیرم؟ یا خدا توبه. های کلاس چه زندگی میکنیم؟ چه در بین آدمون که دکتر عشق شده ای بود توصیه میدی پولشون رو نمیگیری. بچه دکترا برای یک سلام کردن پول میگیرن. شوکت سرسطگویی رو بس کن تا با نمیبینی در اینجا با یک
یک حضور ایستادم. مربی ارگانه که گفته دکتر را عشقشی خودش رو داشته باشد و سرش میمالد. اگر من دکتر عشق میبودم ظهور را با خودم عاشق نکردم. ای برادر بیا تو توصیه دادن گیری قبل کار کنیم. با این قابلیت تو پول کار کرده میشم برادر. شوکت سرسدگوی رو بس کن. چه قابلیت بافته ایستادم آخر دوی ما از روی همون فروخی کل پولیم با من رشک کنه داملا. پولیم باز من رو دوست دارد فلان گفتن. شما زهره را با چی حال آوردید گفته این چی علاقه دارد؟ بسیار علاقه دارد برادر. تو آخیر مگر عروسباز شهر نیستی؟ یا خدا توبه کنی همانه. زهره آخر من رو دوست نمیدارد. این دیگر موضوع است. اینش نیو برادر. چون با آدمان پولدار روبرو میشوی به همشون کمک میکنی. چون با من روبرو میشوی مرا جنگ میکنی. شوکت گوش کن باز سر نکن به شوخی که در همینجا پاره میکنم. ابا چواز میشه. چی میگویی پسر؟ تو چرا از قفای ما آمدی؟ چی با ما میایی؟ از راه گذشته ایستاده بودم. گفتم که یک سلام دیم. سلام نگفتن مردانگی نیست. عیب میشود. خرگوش این سگ کوچه هر کجا پیدا میشود. از کجا دانم من؟ خیر زود رو. حالا هم زیبا هستی و نه؟ تو میدونی که از پسی سرداری تو دختران مکتب پلیسی خیلی میدویدن؟ نمیخیلی عزیزم. واهیمه میکنی؟ او زنی بدبخت کی بود است که خفای کس میدویده است؟ واهیمه نکن. چرا؟ هیچ واهیمه نمیکنم. آخر از پسی تو موی سری چند دختران کنده پرتافتم. معلوم میشود که این دختر در اکادمی امروی اکرونر عاشقی میکرده است. سرویناز به خاطر آوردی وقتی خط کردنمون یک دوست بود. اول او رو باید دستگیر میکرده. البته در خاطر دارم. چی بود؟ عظیم ملایم خنک. در سالی خط کردنی ما عظیم ملایم خنک را ماشین زد و او وفات کرد. ما با اون نال باشیم از دستگیر نکردنی او غمگین شدیم. روز شکر. اما در حقیقت شخص زیرک بود. و عظیم ملایم خنک درست خیلی زیرک بود. مانند کالتا کلاسی ها زیرک. کالتا کلاس رو تو از کجا میدانی؟ را همه میدانند. مقصد اساسی من اون خزنده رو دستگیر کردن است. با اجازت شما. این زن کیست؟ این بسیار زنی خطرناک است سردارم. برای چی؟ دلینیت دختر نسبت شما بد بوده است. موی سر دختران را میکنده است با. پسرم وای در گذشته بود. تو هم همین معلمه را دوست میداشتی ها؟ پسرم خیر میلش زمانه یک جا بودیم. اما این در گذشته بود. سردارم این زن خطرناک است. بمبا. پسرم سفسته نگوی. چه خیلی بمبا چه خیلی خطرناک. سردارم یک چیزی هست که این زنی خطرناک و شما را با هم میپیوندد. چی بود اصلا؟ کالتاکلاس سردارم. کالتاکلاس. چون درباره کالتاکلاس بحث میکند چقدر در هیجان میافتد. ماند شما حالا که انگار حل نام کالتاکلاس رو حتی شنیدن نمیخواد. احتیاط کن سردار. این زن رو دیده باز ینگه حل را فراموش نکنی. سفسطه‌گویی را بس کن. من کوشش دارم که حله مرا ببخشد. تو چی میگویی؟ از ما یک گفتم به سردارم با گریه کردن نیایی. دوشا به عقل. مایلش گپ نیست راما. تقام میگم با خفه نشوی. هرچی زودتر با اونال گفتنم لازم. کاش که همراهمون گردن بد میگرفتیم. ببخشید. مرحمت. داملا زیاد در داخل است؟ وقتی نماز نیست. وقتی نماز می آیم. مالش خیر تشکر زیاد. زورو نمازی بعدی ساعت چند باشد؟ سیلین چی سوالی بی معنی دادی ها؟ مانند اونی که اتوبوس ساعت چند می اومده باشد. مادامی که اینقدر میدونستی من رو در وقتی نماز می آوردی. خوب که تو با داملا فوتیه شده ای و سرمون آدمی دیندار شدی ماشاءالله. ای چی علاقه دارد؟ علاوه بر این اصلا ما فوتیه شده نیستیم متاسفانه. برای همین در اینجاییم. اون چی است که در سرت نگذاری؟ پسرم من داملا هستم. داملای مسجد. خیرتون را. اگر مرا در سر کوچه میدیدی سلام میدادی؟ خدایا توبه. لکه دیدم. خیر روکن. همون در سرت بوده رو با من ده؟ آخر پسرم این بازی چه نیست؟ همین خیر داده نمیشود. تو پدر و مادر نداری؟ دارم. آخر خواطر میشه من زود رو. این کمودی من است. پسرم در حقیقت با تو سر به سر شدن نمیتونم. سرم ویران شد. پس تعمیرش بکن. نخه برادر
این پس مونده که؟ از کجا دانم؟ میپرسم نمیگوید زود با من روبرو میشود. ای صغیره همین تو خونه و در داری یا که رنگ ما به سایه بیا بریم؟ من که خواهم میروم و بودن شما احتیاج ندارم. کاردار نشوه. گوش کن پسرم، تو از ما چی میخوایی؟ هیچ چیز نمیخوام. برادر این خونه اجاره میشنوده کو کویا بینم اسم من هم میرایم. سلام علیکم. صاحب این خونه رو میشناسی؟ میشنو. کی است؟ او منم. چندی است؟ 2000. 2000؟ آها. تو این را یک طرف گذار و یک نرخ خوب گپ زن. 1 تین ارزون نمیشود. تو هم بسیار به انصاف بوده یمک. پسرم تو همراه نشو. آخر من به ولی کودک دور نمیدیم، خفه نشوید. این کودک از ما نیست، علاقه نداریم. این کودک شما نیست؟ نه. کمی پیش پسرم گفتید. من همه خیلی پسرم گفتم، یعنی همچون پسرم گفتم. این کودک رو میشناسی؟ در همینجا زندگی میکند. من کجا شناسم؟ یکم بور میبینم. پدر مگر برای من این قدر دروغ ارزنده است؟ پدر گفت. کی رو گفت؟ شما رو. چی گفت؟ پدر گفت؟ کی رو گفت؟ تو کی رو پدر گفتی؟ سعید کدی جواب ده. تو کی رو پدر گفتی؟ بی نامش رو هم میدونه. من حتی نامش رو نمیدونم. باز میپرسی که کی رو پدر گفت. نام کودک رو دانسته پدرش میشوم مادر. سعید ای برادر ما از 7 پشت این کودک بذاریم. ما قطعا برادرم تاقیم. مایلش شاکر بگذار نمیگیریم. مایلش شکر نمیگیریم. تو بریم. 1000 نمیکنه ها؟ آخر با ما معقول نشدیم. با ما مشکلی میاره. مرا گوش کن. از قفای این کودک روید. چرا مادا پدر گفت؟ از کجا دانم؟ یا اینکه از من بیخبر کودک داشتی؟ مایلش رفتیم. سلام، ما به نزد داملازی آمدیم. در اینجا نیستن؟ در اینجا بودن، کمی پیش بر آمدن. با کجا رفتنش رو نگفت؟ نه، اگر بسیار خواطر شده باشید با او زنگ زنید. یک لحظه، شما مگر جدا شدید؟ داملازی انگشتری نداشتن؟ بخیر است. شما با هم دیگر موافق هم نبودید. بخیر بودن نبودنش را است پرسیم. ایرا و برای ما جدا نشده ایم. بهده حوث نخورد. من چرا حوث میخوردم؟ داملازی استه میشود گفته. در فکرم نبود. این همش از تقدیر وابستگی دارد. به شرم گفت زنه اشربی. زن اگر کمک شرمیدش خوب میشد. از حوث خوردن مردی فاتحه شده شرم نمیداری؟ تو رفته با شوهر جاسوست سر و کار گیر و تو تنها او میزیدن. مرا گوش کن. رو از اینجا. مرا گوش کن زورو. اگر این دختر با دامولازی جدا شدنت رو فهمد هیچ کس مانع شده نمیتواند. اگر دامولو رو از دست دادن نخواهی زودتر باش. میدونم سلیم. شو دیگر گپ نزن. رفتی بی تربیه. سلام. بیا افراجه بیا هیچ کار نمیکنه. مالش فرا آخر هیچ کار کردن نمیتونید. من سوپر قهرمان هستم. مدامی که سوپر قهرمان هستی چرا میگریزی؟ شما از من چی میخواهید؟ ما از 7 پشت تو بذاریم. تو چی به این دامولازی رو پدر گفتی ها؟ شوکت او مرا پسرم گفت. من هم با او یگان چیز گفتم. او همه خیلی گفت آخر. من همه خیلی میگویم. نه نباشه در حقیقت نگفت. حتی این کودک گپ زدن نمیشود. گپ رو گوش نمیکنه. چی شد؟ قهر کردی امک؟ بین انا تو رو هم گفتم. تو چیزی خواهی و مثل دامولا شد. نه پسرم در نزد همه پدر گفتن عمک گفتن درست است نه؟ آخر برادر تو این خیلی نگو. عمک بجوی پدر است کو. شوکت بازن در حقیقت در باره تو شوخی میکنه. ای کودک چخیل من آخر از آن شخص بسیار نفرت دارم. کودک قبول نمیکنه. سعید جان پسرم پایان فرا این خیلی داد و فیقان کرده گپ نزنیم. آخر در تمام محله شرمنده شدیم. آخر کار ما رو هم ویران کردی. لیکن بسیار قیمت گفتید کو؟ ما با آن شخص سودا میکردیم. کارت چی پسرم؟ انا بین باش پسرم گفتی. من هم از این کار غضب نمیشم. من نام دارم. مایلش نام داشته باشه کنه که استر پایان فرا. بیا فرا. دیگر نمیگم. مایلش بیا. این دفعه انیق آنها از یک دیگر جدا شدند. کی؟ البته دامولازیا و زهرو یک رفت.
باز این راست کجا برآوردی سیول جان؟ آخر اونها نفوته شدن. شنیدم آخر. تو خودت رو شنیده ای یا اینکه چی دونم با گوشی تو همین فیلم اومده است؟ امروز زهره به اینجا آمده دومولوزیا رو میجست. دومولوزیا ناموافق بودنی آن دختر رو فهمیده، انگشترینش رو پرتافت. عجب خوب کرده. حالا باورم نمیآید. با غمگینی و درد انسان‌ها چقدر خرسند میشوی. علاوه بر این او در فاتحه است و آدمی فاتحه شده نظر کردن موافق نیست. دختر با اون موافق نبود. خوب شد که جدا شدن. حیاتی دیگران چرا اینقدر ما رو سرگردون کرده هستن؟ من این رو نمیفهمم. با تو چی به تو؟ با تو چی؟ میبینم از جدا شوی آنها تو بسیارتر غمگینی. درد دیگران با تو رسیده است. من رو غمگینی دیگران خرسند نمیکنه. تو رو چی؟ من خرسند میشوم. یگان گپ داری؟ خرسند میشوم. تو بغیر از من خرسندی دیگران رو فکر کن. آفرین. آخر تو به جایی که من رو فکر کنی چرا زهره رو طرفداری میکنی؟ نفهمیدم. من یگان کس رو طرفداری نمیکنم. تو به فکرم همش رو آمیخته کرده ایستاده ای. بله به تو راست میگوید سیبل. این رفتار کردن خوب نیست. شما دائما او رو طرفداری میکنید گویا که او دختری حقیقیتون است و من خواهر او بیتون. سیبل تو چه گپ زده ایستاده ای؟ به حقیقی و اوگای گفتنت باورم نمیآید. تو خواهر حقیقی من هستی، اما به تو هم دختری حقیقی هم است. حتی یک روز هم نگذاشتم که دختری حقیقی نبودنش رو حس کنم. میدونم. من هم تا این دم این خیلی حس کرده بودم. انا دیدی چیکار کردی؟ خرسند شدی حتمی. سیوال چیکاری کند با من معقول است. سخنهایتان را دانسته گردنید شما. فراموش نکنید. من نمیگذارم که مادر و دختر به سیوال هجوم کنه. سیوال جان من همراه تو هستم. نمیگذارم که یگان کس تو رو رنجاند. اما من سری تو رو میده میکنم. با کارهایی که به تو تعلق ندارد کاردار نشو. فهمیدی؟ دفع شو از اینجا. سیوال هرگز من از تو رو نمیگردانم. یک روز به قدر من میرسی. فهمیدی؟ سیوال رو غم ندهید. نابودت میکنم. خدا من آخر رو میپوشم. قهوه آوردم. اوه دستانت درد نکند. نوش جانتان شود. تشکر. منت دارم عزیزم. تقدیر را بین اونال جان. بعد سالهای طولانی باز ما را رو پرو کرد. خیلی خوب شد. تو را خیلی یاد کردم. تو اینجا چی کار میکنی؟ اونال با معشوقات بخوری داری؟ حاله زنک جان؟ من به اینجا تعیین شدم اکنون در اینجا کار میکنم. چی؟ تو به اینجا تعیین شدن این را تأمین کردی اونال؟ همراه هم گرفتی؟ حاله بیونکم. شد اکنون خاموشم اونال. من اینجا برای گفتنی خبری آمده بودم. لیکن تو با اون نمیارزی. های خودم تو. حاله جانم یک لحظه ایست. برای زودتر برای. مالش اکا مالش. دیگر به اینجا نیاید. کودک نفلا بوده است. انا بین از پشت تو حتی جوره گرفته نمیتوانی. این خونه نمیشود. یا توبه. ای بچه تو چه کودک هستی؟ خونه را به ترتیب کردی. باز رفته صاحب خونه را زدی. تو کودک به عقلی چیته؟ سوپر قهرمانم. سپر قهرمانی او چت؟ من نفهمیدم که برای چی طرح پدر و مادرت پرداخته بودن. اوجا کیف صفو کرده گشتم و اینجا عدمیتی میدویم. بیا رفتیم برادر باز خونه کلتان نمان بازیم. دامولازیا من هم بدی داره شما آمده ایستادم. این دختر به تو نگاه دارد. چه خیلی دختری زیبا با این خیلی مردم نظر میکنند. تو چقدر شیرینه کسی. سلام زهرا. دامولازیا این کودکی است مهمانه تو؟ من مهمون نیستم. تو هم بسیار زیبا بودایی. تشکر سلک. لازم نشد این کودک ده. شما بر این یک دختر زیبا با دامولا چی کار دارد؟ نفهمیدم. ما با دامولا درباره یک مسئله جدی گپ زدن میخوایم. همه خیلی دامولا؟ نه من گپ ندارم. خفه نشوید کمی کار تجلی دارم. چرا گفتنی ندارید؟ دامولا اینقدر کار تجلیتون چیست؟ راستی من هم برای ظاهر کردم.
خونه جستجو داریم اما هیچ کس به ما خونه اجاره نمیدهد. پس به دیگر جا کوچیدنی هستید؟ بله. داملو مگر این خیلی فوری قرار دادن به شما میزیبد؟ خانم زهرا خفه نشوید، یعنی تکرار و تکرار گپ زده بحث کردن نمیخواهم. گپ میزنیم گویا که بحث کردن به من هم پسند است. زهرا جان کمی آرام. چرا گشته و برگشته یک مسئله رو میکشوی؟ میکشه فهمیده؟ هر گونه مسئله خواستم رو میکشه فهمیده؟ حلال بود. پسرم همراه نشو. چرا دخالت نکنم پدر جان؟ چی؟ پدر جان پدرش هست شما چی؟ نه این پسری ردنوش نیست، هر چی گفتن میگیره. منم گاه عمق میگم. سعید چرا تو باز سفسطگویی رو سر کردی؟ من تو رو آگاه کرده بودم. دابلو چی شده ایستاده؟ لطفا به من فهمونید این کودک کی است؟ با خدا که نمیدونم. چی نمیدونید؟ مسخره نکنید و جواب دهید این کودک کی است؟ خواهید نشوید با او کسی نمیشوم. تنها مرا پسرم بود برای همین غضبناک شدم. میگفتید که شما با او کی میشوید؟ پوتیا شدهش هستم. نیست. پوتیا شده هستم. به فکرم دامولا راست میگوید. مانندی تو بر این یک دختر زیبا با این دامولا پوتیا کردنش ممکن نیست. پوتیا شدم بود. نباشد تو این خیلی دختر زیبا رو ترک کردی. اگر من جای تو میبودم باز آنو زده از او عذر میپرسیدم. دوام من نمیخوام میشم. تشکر. خب پسرم خاموش شو یا توبه. جدا همسایه مشکلی نیست. مانندی تو یک دختر زیبا اصلا تنها نمیموند. ای خاموش شوه ای خب کنه. کودک همیشه حقیقت رو میگوید. من میروم با خدا ناراحت شدم. تو با کجا میروی؟ مایده خیمون بریم مایده پیش در حیوان. زهرا جان اینقدر کودک شیرین نه؟ مرا گوش کن باز رفته به محله آوازه نکنه. اوه سیرینا. برادر من کمی رفته در نزد ساحل هوای تازه گیرم که مونده شدم. آخر در همه خونکی در آنجا چیکار میکنی؟ ای در این هم مسجد لای بحر گرمتره برادر. خوب خیر رو. تو چیکار میکنی؟ چی کنم شوکت؟ رفته کمی نماز خونم. خدا قبول گرداند برادر. تشکر. خوب نباشد من هم مغازه شیرینی ها میروم. با سوال نشینم. رو اما از من دور ایستا و چیکار میکنی بکن. یا توبه. برادر پدر و مادر این کودک اینا نمیگفته باشم به خدا حیران شدم. یا من چیش رو مراق میکنی حالا یگان چیز رو فکر کردن نمیتوانم. باز با کودک سر و کار داریم. یگان چیز رو فکر نداری؟ زهرا را هم. بله شوکت زهرا را هم. برادر اما او همیشه در فکر تو است. من رفته یک چای نوشم. خیر شوکت رفته پانتا منوشی کولا منوشی چیزی منوشی رفته نوش. برادر در حق من دعا کن خدا نمازت قبول گرداند. تشکر. از روسی خونه جستجو داره باید یگان کار کنم سلی. مرا گوش کن زهرا باز رفته به گپ زدن کوشش نما اما هیچ خاموش نیست. آخر به جایی که از او رفته بخشش پرسی بالا هم بحث میکنی. بیدار شو. چی کنم سلین جان او همه رو عصبی میکنن. به خدا ای بر تو است که رو یک طرف ماند بیا در حقیقت مانند دو عاشق جنگ میکنید. عاشق نیستیم خیلی جنگ میکنیم. اگر عاشق میشدیم چیکار میکردیم؟ من هم دیگرمون رو میکشتیم. انیق به خدا انیق. وای شوکت وای برادر تو کی هستی؟ هوی منم احسان از محله. برادر توی ریش موندی نشناختم. چه خیلی سوزی؟ درست کردیم. تو چه خیلی دیگر در اینجا نمیتونی؟ توبه کردم برادر دیگر نآمدم. بیامانی خودت رو کجا دور کردی؟ با سرت رو به یگان بلا گرفتار نکرده باشی؟ نه برادر چه بلا؟ همه خودم رو کمتر از اینجا دور کردم. خیر میلش یک بازی میکنیم. نه برادر توبه کردم بازی نمیکنم. بیامانی بازی کنیم چی میشود؟ چی شد؟ ترسیدی؟ شوکت با ترس گرفتار می شود؟ وای پسر این خیلی گپ نزن. تنها بازی نمی کنم. توبه کردم. شوکت بمیز.
намози хуфтан мебарояд, бояд ӯро дарёб кунем. маро гӯш кун зӯро, ором бош майлаш. ором бош майлашми? охир асабаям худаш вайрон аст. бо он як рав охирон бар гап мезанам, танҳо ба хотири бобоям шарафамро зери по кард. ба худо зӯро, ҳоло ҷои ин хел фикрҳо нест. ту инро мефаҳмӣ? селе, магар ман духтаре ҳастам ки аз паси ягон мардабам? не нести азизам, аммо чӣ кор кунем? ман ин интиқомро аз ӯ нагирам, ана мебинӣ номам зуҳроне. маро гӯш кун зӯроҷон, ба қадри имкон ором рафтор кун, ғазабнок нашав, чизе гӯяд гап нагардон, майлаш. ором бош, майлаш. селе, не гӯши барамро бурдӣ. Не ором шав, не хушу гап зан, ҳеҷ кас маро фикр намекунад. духтарҳо дар ин шаби ба куҷо? як кори таҷилиамон баромадианда. хуб, барори кор ба шумо. зӯро ба куҷо духтарам? як корамон баромад бобоҷон. нав аз берун наомадед? бале, аммо корамон баромад меравем. ягон мушкиле нест? не бобоҷон, не. хуб, аз домуло зиё ягон хабар аст? албатта хабар аст, занг зад. дар семинар аст. ба шумо салом гуфт. ташаккур, майлаш. шуам дер намонед, ба хона баргардед. майлаш, хайр набошад. биё биё. 50,000 دیگه. برادر من هم میدهم، اما تنگه های من حالا کم است. از خزینه گرفته بعد پورا میکنیم. میشه؟ من راضی. من هم راضی. زود با هیجان گرفتار نشو. اکا از خزینه حاضر پول گرفته میبیم. نه نرو. تو با من نقد تمدیدی میشود. اکا دادن بعد میدی همون؟ یعنی بده. من حالا در برم اونقدر پول نقد ندارم. حاضر گرفته میبیم. تو با من کودک بازی میکنی؟ استغفرالله، من چه خیلی کارو کنم. تنها در برم نیست، پول نقد دارم اما در خانه است. برادر، مادامی که پول نقد نداری چرا در این میز میشینی؟ اکا جان، منظور رفیقم را زنگ زنم پول را بیارد میشه؟ گوش کن، اگر یگون حیله فکر کرده ایستاده باشی کو قسم میخورم که این کار به خون انجام مییابد. اکا جان، شما چی ها میگوید؟ رفیقم را زنگ زنم میارد؟ زنگ زن. خواجر نشوید، در خانه 2-3 میلیون داریم. در همین جا. لابا شوکت. برادر، خب چای پول بگی بیار. چی شد؟ چی خیل پول؟ 3 لیمون بیار بسته. تو در کجایی؟ در کازینو. آی شوکت، انتظار شو آمده ایستادم، لیکن این را سخت پرسان میشوم. با خدا که دامولو با کجا میرفته باشم؟ چی ایستاده؟ زود از خپویش رو؟ رفیقت کجا شد ها؟ برادر، کمتر آروم شو.
آماده ایستاده است. نام تو چی بود؟ شوکت اکا، ای شما چی؟ کار تو چی؟ بین اگر این دفعه هم یگان حیله کرده ایستاده باشی قسم میخورم که تو را نابود میسازم. هیچ خیلی برادر، ما را به چشم کم نبینید. 2-3 میلیون داریم خانه. منم انتظارم روز میآید. ها انا آمده. اساسگذاری همین قماربازی هم برادری من است. احتیاط باشه. رفیقی که پول می آورد همین است. بله. خوش آمدی اکا جان، خوش آمدی. السلام علیکم برادران. و علیکم السلام. دو مولا پول را آوردید انشاءالله؟ نه. پس برای خواندن نماز جنازه این برادر آمدید ها؟ گوش کنید برادران، من درباره قمار معلومات دارم. در وقتش من هم کمی بازی کرده بودم. بعدم باشه توبه کردم، این رو پرداختم. شکر خدا. سر مسئله می‌آیم دوملو، از امر معروف سیر هستی. چیزی که میدونم این شوکت نامکار در قمار مغلوب شده. باز علاوه بر این قرضدار هم شده است. و فکرم میگویم این دفعه این برادر رو ببخشید. این برادر چی میگوید شما فرد؟ بخشیدن رو باز کردیم. برادرها با فکرم شما خطا فهمیدید. 1 دقیقه تان رو میگیرم. برادر اینجا بیا. تو چیکار کرده ایستاده ای؟ بشی قطعشون بازی کن اخی. گوش کن شوکت، تا کی من از پشت تو قمار بازی کنم؟ ای بیا مونکه. یا بار دیگه پول خیریه را بای دادم اومده بردی کو. آن پول خیر بود، مجبور بودم چیکار کنم؟ این همانا چی فرق دارد؟ این دفعه ما رو نجات میدهی. اینها رو چه خیلی نگاه دارن. در تکشون همش پیستوله دارن. تو با اونها چیکار داری اینجا؟ چرا قمار بازی میکنی؟ عقلتو خوردی ها؟ اینجا چی گپ است؟ اینها کی هستن؟ سردار، این آدم در بازی قمار 50,000 قرضدار شد. یک رفیقم آمده پرداخت میکند گفت. این دوملو هم با جای پول امر معروف دارد. امر معروف؟ دوملا، ما نسبت دین حرمت زیاد داریم و قرض قمار هم قرض ناموس است. من همین رو نفهمیدم جناب. قرض قمار قرض ناموس است گفته دوام داده ایستاده اید. از قمار دیده کار بی‌ناموسی دیگر نیست. این را چخیل میفهمید؟ دوملا، تو را پسندیدم، آدمی استوار بوده ای. همین خیل. اما در دنیای ما عادت همین خیل است. اگر من حاضر از این احمق قرضم را نگیرم، اگر جزایی در کاری را ندهم، گپ‌ها می شود. بس چه خواهد شد؟ مانند این یک احمق دیگر می آید، من هم قرضم را نمی پردازم میگوید. پس این خیل نمی شود. یعنی این احمق قرضش را می پردازد. قرض تنها اراده خواهشی کس باشد قرض می شود. در قمار قرض نمی شود. یعنی چی خیل؟ این خیل فهمانم. سردار، این برای پوشاندن قرضش امر معروف دارد. به خدا اصول اول جناب. خاموش! تو چی خیل درباره یک دوملو این خیل گپ میزنی ها؟ با کجا رسیده بودیم دوملو؟ بینه جناب، این خیل میفهمونم. 2 نفر وقتی که با آیله دار شدن قرار میدهند با اراده و روزگی خودشون آیله دار میشوند. البته. اما در قمار این خیل نیست. آخر ما هم به میز قمار مجبوری نمیشینانیم. خودش با رازگی خودش نشسته بازی کرده میخیزه. لیکن وقتی که مغلوب میشود با خواست خودش مغلوب نمیشود. دوملا پس بازی نکند. اگر مغلوب شدنش را داند انیق بازی نمیکند. چی گفتن میخواهید نفهمیدم. گوش کن برادری عزیز، یعنی دینمون قرض قمار را همچون قرض قبول ندارد. حکم همین است. آخر قمار بازی کردن کاری خوب نیست، اما امروز در این باره گپ نمیزنیم. مسئله دیگر است. در قرض قمار با اون پولی که روزگی نیست حکم قرض را نمیگیرد. این خیلی چیز ناممکن است. تو از داملا خوبتر میدانی ها؟ نجی هم آمد. اینجا تو نمیرسیدی. داملا چخل زیدین برا داری ها؟ استغفرالله. ماشاءالله بسیار عالی جناب هستی. در حیاتم اولین بار با این خیل داملا روبرو میشم. نه برادر. نجی، اگر دوملا اینقدر پسندت آمده باشد برای مسئله در بینمان بوده حاکم شود، او چیزی گوید و حکمی برآورده‌اش راضیم. مانند جوانمرد تو هم راضی هستی؟ با خدا داملا چیزی گوید من راضی هستم. چشمانم را پوشیده امضا میگذارم. نجی، تو چی گفته ایستاده ای؟ آخر من تکلیف کردم. اگر تکلیف را رعایت نکنی نابودت میکنم. تو کی را نابود میکنی؟ حاضر ببینی. جناب آخر نسبت یکدیگر این خیلی دلشکسته نباشید، آرام باشید. ای برادر، ما بپرونه همدیگر ما خلاص شویم. از راستی خرسندم مانند شما عالی می را یافته این خصومتی در بین ما بوده را با اخی رسانه میگویم، با شیرینی رسانه. ما چی گفتید؟ بله دوملا،
ما دو طرف دایم این خیل خونریزی کرده میگردیم. شما با ما کمک کرده این رو حل کنید. عجبا مسئله چی است؟ قرض قمار؟ نه دامولو، از قمار بدتر مسئله زمین هست. ما خودمان حل کرده نتوانستیم. بله دامولو. مایلش ما هم آخر کمک میکنیم. یک کار کنید شما سلاح ها رو پایان فرارید. میفراریم دامولو، میفراریم. پایان کنید. دامولوزیا در اینجا چی میکوبد سلین؟ به خدا زورو جان من هم نفهمیدم. این آدمونی در نزدیک در بوده کیم چه خیل؟ مانندی چی؟ یعنی مانندی جاسوس. بقلم سرش رو به گلبالو گرفتار نکند. دامولو، مسئله عیناً چه خیلی که فهموندم. حالا شما گویید این زمین از آن ماست یا این که از آن آنهاست؟ با خدا جنابان من شما را نمیشناسم. هر چیزی باشد همون را میگویم. خفگی و جنجال نکنید. گپ نیست دامولو. استغفرالله دامولو، چیزی گوید همون؟ جنابان معلوم که این زمین به هر دوی شما بخیر نبوده است. فهمیدید؟ از سببی که از این دنیا با اون دنیا برده اون را نمیتوانید. یعنی وقتی که از این دنیا میروید کاری ثواب کرده روید. به فکر من مایلشو این را چخیل میکنید دامولو؟ با خدا بسیار آسان است. شما این زمین رو خیر میکنید و بیچارگان میبخشید. نجی ما این رو چخیل فکر نکردیم ها؟ درست گفتی دامولو، من راضیم. نجی تو راضی باشی من هم راضیم. خیر نباشد دستورناتون رو دراز کرده با یکدیگر روشن شوید. دیگر جنجال نکنید. برادرم آفرین باشم. خدا راضی باشد. هیچ گپ نه. دامولو تشکر. استغفرالله استغفر. این برادر من است. نه دیگر طاقت کردن نمیتونم. رفته با دامولوزیا گپ میزنم. سفسطه نگوی زورو آدمان رو نمیبینی. باز چقدر انتظار شویم؟ بین زیان نبرآمده ایستاده است. پس نباشد بدتر گپ میزنیم عزیزم. بعد گپ زدن نمیتوانم عزیزم. چون به خونه میروم بابایم باز پرس و پاس میکند. نه من حاضر گپ میزنم. این زورو به کجا میروی؟ زورو به کجا میروی؟ جنابان چون مسئله رو حل کردیم اکنون با ما اجازه. نه مگر این خیل میشود. اصلا نمیگذارم که روید. مهمانی من میشوید. نباشد خوابم نمیبرد. بایستا دامولو امشب مهمانی من میشود. این خیل نکنه جنابان. چی گفته ایستاده نجی؟ دامولو امشب مهمانی من میشود. تو همون حدت را بدان. تو کی هستی که به من حدم را نشان میدی احمق؟ وای نجی تو کی رو احمق میگی؟ تو را گفتم نشان میدم. جنابان نیستید. آخر شما را نه آواشته کناندم. بله اکا جان اینها هیچ آرام نمیستنده. زوره در اینجا چی میکنه؟ از کجا دانمی؟ باز میگویی که دختر ما رو دوست نمیداره. بین بیچاره خودش رو بین این تیر تفنگ پرداخت. خاموش. از آسمان ماه پیکر رفتید. من در تو مورم. نترس باید تو را ناراحت نمی کنیم. حاضر من به شما نشان میدیم. برادر شما با اون طرف روید من با این طرف. کجا میروی بیا؟ شما برو ازت من از این زور دارم. رفتیم زود باش. زودتر. دامولو آن آدم ها کی بوده؟ ایمان از کجا دانم مسئله زمین داشتن. داور بودن من رو خواستن. شما چیکار میکنید با رخصان ابوشو؟ من کار ندارم برای شوکت آمدم. تو در اینجا چی میخوری؟ من هم برای شما آمدم. زود باش. تو اینکه انگشتری رو به دستتون اندازم. خیلی انگشتری این خدم یک رو بر اومدی تو؟ شما یک روید. برو زن
بیاورید تا نیابید به این قنایه. اکه اونا بیتی بود جواب ده. یا خدایا، این تلفن سردارم است. سردارم در کجاست؟ خانم سله زنگ زدی شده است. خانم سله، من لوین. خوب است تصادف رو بینید. من هم به شما زنگ زننی بودم. دل به دل نزدیک بود است. لوین سفسطوگی رو بس کن، مرا گوش کن. سری دومولوزی و زهرو در بهان. آدمانی شبهندو گست پسشون. زود کمک کن، زود. بله البته. مایلش زود سروغه رو میدی هم نویس. بگو. مایلش من سروغه رو نوشتم خانم سله. شما هیچ خواطر نشوید، وحیم نکنید. ما در مدت کوتاه در جای حادثه حاضر میشه. سردارم اونا در کجا باشه جواب. خانم سله بسیار وایما کرد. ترسیده است چی وقتی که میترسد عزیزی دلم باز هم شیرین تر میشود. لوین خطا باید است بگی. خانم زهرا کمتر ترستر زودتر. پاشنم شکست. این خطا بیده نمیتونم. پاشنه سازتان رو بردارید. چی؟ پاشنه سازتان رو بردارید. چیکار بکنی؟ شما حالا دو عباش رو آشتی کرده ایستاده بودید؟ که مگر حالا جای همان است؟ بله جایش است. از آنه که دیگران رو آشتی میکنید با من آشتی شوید خوبتر نیست مگر؟ باز با اول برگشتیم. بله رفتیم زودتر برای میرویم. شما چی خیل زدید اون آدم رو؟ من در وقتی کودکیم کاراته مشق کردم و میدونم. ماشاءالله چیزی نمیدانسته تو نبوده است؟ نیست کمی زودتر دوید. دستم رو نتوده ده؟ خدا دیگر دردها رو ندیهد. چی اشاره کردنی است؟ هیچ اشاره کردنی نیست. کردنی بله است؟ کرده ایستادم. شما همه را عذاب دادید. من چیز نکردم. اینها در کجا انده؟ من به این طرف. اومدم خانم سله. خوب است؟ همش خوب است؟ یکون چیز نشده است به شما؟ ای چی کار میکنی؟ خوب است ده؟ همش خوب است. دستتون یخ باری. چی کار میکنی؟ تنها اومدی آدمون در کجا است؟ پراکنده لشکر نآید بکار. یک لویتی جنگی به 100,000. کنی معلومات ده. خیلی معلومات تو به عقل است. راست میگید خانم سله. خیلی ما ملیسته که هستیم از دهنی ما هر خیلی گپا میبروید. خیلی مرحمت یک به یک نقل کنه. یعنی درباره حادثه از شما معلوماتی واسه میخوام. مثلا در روز حادثه لوین تو ما رو با همین تفتیشاتی پلیسیت دیوانه میکنی. بی عقل هستی مگر سری دامولوزی و زهرو در خطر سفسطه نبود. رفته آنها رو نجات ده. تمام. مایلش خانم سله. شما در اینجا آرامانه انتظار شده استید. من حالا اون آدما رو نابود ساخته به اینجا میآیم. انتظار شوید. من کم تا پس میآیم. خانم سله بعد از نابود ساختن آن دشمنان سر یک پلچه صحبت میکنیم. خدایا توبه. دوستت بدارم. بیرم رفت از بود بیا. تمام انا میدوم. رفتم. دو هر چیز زودتر آنها رو نجات ده. کمی زود باشه خانم. خانم زهرا شینید. زود با ماشین شینید. خانم زهرا این رو دارید. شما این رو چه کردید؟ چرا؟ اول در ماشین رو به کلید کشیدید، بعد ماشین رو به حرکت در آوردید.
بله این دیسکاور. چی؟ یعنی نگوید که دیسکاور رو نشنیدم. این شبکه مشهوری فیلم های حجتی هست. البته که او رو میدوند. من علاقمندیش رو با این کار نفهمیدم. چی؟ در اونجا یک فیلم حجتی هست، دنیای گناهکاران. هر هفته تماشا میکنم از همین سبب. یعنی از فیلم آموختید ها؟ قوه بینیشم بسیار استوار است، زود ثبت میکنم. البته شما برای نجات ذوق سیاه رو انتظار بودید، چون من برآمدم سورپرایز شد. سخت داره. در آن وقت هیچ کس به هیچ کس حیله نمیکرد. این خیل نبود، جوانمردی بود. جوانمردی پسر، این خیل دستبرداری و دستک زنی نبود. یگان مسئله میداشتی روبرویش میبرآمدی، مانند جوانمرد با طوری خوب مسئله را حل میکردی. در حقیقت آن زمان ها حقیقت بود. خونم در جوش از خونم. یگان جوانمردی نبود که به چشمان من نگرد به خدا. اکا کنون چی گپ است ها؟ اکا حیات دوملوزیا و فوتیه شدنش در خطر است. التماس آنها را نجات دهید. التماس. تو چی میگویی؟ دیوید چه شد؟ آن رو دیدی؟ ندیدم لیکن ترسیدم. از من بسیار ترسیدن. خانم زورا با یک ماشین نشسته رفت. شما در دوری بودید اما رقم ماشین رو ندیدید؟ من فکر ندیدید ها؟ ماشین رو از دست دادی. بابا باشد رقمهایش رو از من میپرسی. ای تو چه خیل پلیس هستی ها؟ چه خیل پلیس هستی ها؟ کلی به من فهمون؟ آخه من در شبیه اونقدر خوب نمیبینم معلوم، لیکن در روزان همین خیل میدوم که حسین بارت همین خیل نمیدوم. سختی بد میدوم. ای خدایا به من صبر ده، نباشد این آدم رو میکشم. مایلش آرام باشید، خودتون رو به دست بگیرید. چه خیلی که میبینید عملیات با آخر رسید. بیا کنون سر یک پیاله صحبت کنید. کلا برم. خانم سلیم با کجا میروید؟ تاریک است ایستید نروید خانم سلیم. دوملو لطفاً این انگشتری رو به دستتون اندازید با من آشتی شوید. خانم زهرا حالا مگر جای انگشترین است؟ بله جایش. کنی اندازید. خانم زهرا نمیاندازم، مجبورم. بله مجبور میکنم. خانم زهرا مجبور گفتم. خانم زهرا ایسی صدمه میکنه ای صدمه کنید کردن گرید بساسه. نمیاندازم گفتم. نمیاندازم. اندازید گفتم. نمیاندازم. التماس آرام شد. ای بچو شما مگر دیوانه اید ها؟ دیوانه اید ها؟ مانند دوملوزیا یک آدمی محترم را تعقیب کردن چی مانا دارد ها؟ اکا دوملو سردار ما را بسر زد. چی؟ دوملوزیا؟ هیچ حیران نشدم اکا. بله اکا. ای بچه معلوم که یگان کاری ناجا کرده اید که دوملوزیا هم آن خیل رفتار کرده است. دوملوزیا حتی مرچه را آزار نمیدید. به خدا هیچی خیل نمی نمود اکا. چی می نموده؟ بخشش اکای کنون بین گپ در آمدم، اما در بین شیفای آنها یک خصومت بوده است. دوملوزیا آنها را آشتی کننده ایستاده بود که ینگه زهرا ای بجای اومد. ما هم نمیدونیم از کجا اومد. در حال بین خودشان مناقشه و داد و فیغان کردن. دروغ است. بعد دوملوزیا چیکار کرد؟ طاقت نکرده به سرشان زد. اباشه در پیش عروس جنگ کنن چه خیلی میشه؟ میسیم خیر. آی با من نگرید. رفته با آن سردارتون گوید اگر یک طوری موی دوملوزیا ضرر بیند شما بیشرف را نابود میسازم. کنی گم شوید از اینجا. فهمیدم اکا. تمام شوید. دوملوزیا هم به این خیل کارها دست میزد هستند. دوملوی جسوری منی. زفر انزورا. الو عزیزم چی خیلی؟ سلیم ما خوب هستیم. خواهد نشد به خونه برگشت استدم. من به تو بعد زنگ میزنم. مایلش خیلی مایلش عزیزم. شکری خدا که خوب هستند. ای مبارک باشد خانم سلیم. شما هم بسیار خواهدیر شدید، اما من به شما گفتم که هیچ چیز نمیشود. دوملو با او تومار داده. تو کمی خاموش بودم میتوانی؟ خانم سلین همه شلکه به خوبی انجام میاد. اکنون رفته براحت نشسته چای ما رو نوشیده میتوانیم. در همین نزدیکی یک قهوه‌خانه است. در نزدیکی خودم را هیچ راحت حس نمیکنم. لیوین جان. لیوین جان مرا لیوین جانم گفت. من جان هستم. هم نسبت من بیگانه نیست. او با کجا رفت؟ من حالا چیکار میکنم؟ اگر
اگر شما در انداختن این انگشترین یک روی کنید من در برآوردن این انگشترین یک روی میکنم فهمون؟ احتیاط کنید خانم زهرا زمین کفل است لرزیده نفته من رفتم ماشین رو با جایش گذارم به شما شبی خوش تشکری زیاد خیلی یک تبسه زهرا از دامولازیا یگان خبر هست؟ به فکرم یک دو روز بعد می آید به فکرم می آید شما گپ نمی زنید؟ مگر گپ نمی زنیم بابا جان لیکن او بسیار بند است فاتحه شده های نو جدا ماندنده متاسفانه میخیل شدینگه لیکن چیزی که نباشد شما به یکدیگر وقت یابید چون شما جدا باشید من ناراحت می شوم خدا شما را جدا نکند آمین بابا جان این چه علاقه دارد؟ من دیروز دامولازیو را در محله دیده بودم و در سمینار نیست آخی؟ همین خیلی میدونم برای دفترش رو گرفتن آمده بود فهمم اینها آنیک جنگ کردن این شما فاتحهشان و ایران نمیشه اپا کمی دیگر نمیگیری؟ زهرا اپات را چی گفتی که گریه دارد؟ هیچ چیز نگفتم بابا جان شربتش تموم شد کمی دیگر نمیگیری گفتم پریشان فاتر است از همین سبب من هم غمگین شدم من اپای حله رو بینم ایست من خودم با اپام گپ میزنم من فهمیدم که جدا می شود این حالت ها از همان سبب می باشند 3-4 روز همین خیلی مشکلی می کشد بعد می گذارد زهرا چی؟ زهرا جان التماس این قهرگی ما رو یرانوک میکند سمی التماس گپ زدن نمیخواهم مایلش خطاگیم رو فهمیدم از دامولازیا هم عذر میپرسم وعده میدهم اما لطفا با من مانند بیگانگان رفتار نکن من بسیار ناراحت میشم خب مالش بعد گپ میزنیم دروید اپا جان چی شد چرا گریه میکنی از پشت یزمه اگر بسیار یاد کرده باشی به خونه برگرد مهم تو خود چی فکر داری فکر دیگران مهم نیست نه زهرا برگشته نمیتوانم چرا اون البوم عشقه که اون اشوا میخورد نه عزیزم یزنه اونال این خیلی کار نمیکنه آخر من با چشمانی خودم دیدم او دختر را با شوبه به کار گرفته است من از او جدا میشوم چی دیدی؟ نه زهرا من این قرارم رو دادم و پس نمیگردم تمام شد من آخر خودم را فکر نمیکنم کی رو فکر میکنی؟ من زهرا لطفاً مرا تنها بذار خواهش میکنم مالش چه زیبا بیا سردارم شما از مغازه شیرینی ها شیرینی گرم باز در برکش چای گرم که کردم با اشتهای تمام تشکر ببین با ینگه توفه گرفتم معقول می شده باشه سردارم یک بار بینم بعد گپ میزنم یعنی نه پسرم باز ششم نکنی این
رو به حاله چی خیلی هم با دست یکم کس روان کنم اگر با دست آقای اکرم افتاد به حاله نمیده سردارم اگر خواهید برده میرسانم. تو به حاله رسانده میتوانی؟ شما هیچ خاطر نباشید به من باور کنید. منت دارم لوینت. شوکت برادر تو این خمار بلازاده رو نپرتافتی ها؟ با آنها سر و کار میگیریم شوکت. آخر خودمون بسیار کمبودی داریم. از یک طرف دکتری عشق شدیم، متخصصی مناسبت زن و شوهر رو. دامولا زیادالله. آقای سمی معلوم که سمینار علمیتون با خیر رسیده. شما رو دیدن سورپرایز شد. با خیرش؟ چه سمینار؟ زهرا گفت که سمینار علمی داشتید. بله درست سمینار علمی داشتیم. تمام شد اکنون در اینجاییم. دامالا من از شما برای ناکامی خوراک شام گذشته عذر پرسیدن میخواهم. آره با چه حیله را پیش گرفتی؟ آخر من برای به خطری کاری زهرا آنخیل گفتم، اما با فکرم برای آشتی شدن شما سبب میشود. نه برادر، مناسبت ما بسا خوب است، خیلی خوب است. تو مرا فریب نکن زیادالله. همین خیر. من بسیار خوشحال شدم. آقای سمی برای شما چی شد؟ این مهم نیست، یعنی چون اگر یک دختر رو از دست آدمانی مست نجات دهید این خیلی ضررها رو میبینید. بیامان رو خدا شفا ده. حالا مش نخورده از بین چیزی پیسان شما. سلامت باشه. تشکر زیاد. تو بازدید. روزهای خوش. روزی خوش شما باید. بچه اون میشت لغت میزی بزایی تنکی. دیدی؟ شوکت کلاس خرایی خیلی بزاره. مرا گوش کن. من او رو خوب زدم. شما رو برای زدن تو مبارکات شد. زود خرسند نشو. پیش در حالا با تو حساب کتاب میکنیم. رفتیم برادر ما تو گفته بازی کردیم. خمر بازی میکنه. سلین من با بابایم جدا شدنم رو چخیل میگویم. خدا نگاه دارد. با خدا که او را میکشم. ای خدا نگاه دارد. دیدی چخیل به او مجبور بودنم را دانستم مرا در نیمی راه میپرتوید. او حقی با من چنین رفتار کردن رو ندارد. مایلش زورو جان کمی آرام شو. آخر دامولوزیا حالا بسیار عصبی است. از روی همین رفتار میکند. کمی آرام شود بعد میبینیم چی گپ میشود. با خدا. نه من با زنگ زده با او گپ میزنم. کمی عصبی شود. کمتر شما غمگین شوید. زهرا مرا به چی حال آوردی؟ رسوا و شرمنده شدیم. حالم رو بین. جواب نمیدی حسین. با من گپ زدن نمیخواهد. اکنون من چیکار میکنم؟ اگر جواب ندهد نویس. چیکار میکنی؟ نویس میگویم. مکتوب نویس. بخشش پرس. چی دانم؟ بگو که دیگر خطا نمیکنی. مراتبه آخرام بود. با خدا قندت نزن. وقتی گپ زدن او را قانع کردن نمیتوانی. اقلا مکتوب نویس. با دامولوزیو همین مکتوب نمیرسه سلین جان. با ایمیل گپ میزنم. زهرا تو گفته مرا بکن. حتی مکتوب کمی حسیاتی و تاثیر بخش باشد. اگر در بالای مکتوب یک دو قطره اشک چشم ریزانی با خدا بسیار خوب میشود. زهرا نخندو مکتوب رو نویس. بین سیبال گفتنی دختر دامولوزیو رو از دستت میگیرد و میمونی. نگفتی نگو. خب مالش کاغذ قلم گیرم نباشد. کنی از آنجا ده. نه تو همین خیلی خنده است. تمام سلین جان مکتوب رو نویسم و خیر ده. مهر رو هم گیرم. در مغازه شیرینی ها نبود. در نجسه و مکتوب رو به دامولوزیو به مشکلی میدادم. بیا مسجد رو بینیم. مکتوب رو گرفتی هم در گرفتم با من است.
سلام علیک خانم سلی. ها همین تو نمیرسیدی. ساز هستی؟ خوبم. ها نگفتنموند خانم زورا برای فوتیتون تبریک کردن نتوانستم. در حقیقت بسیار فوتیه خوب بود. رحمتی کلان. بخیر است. تو چرا به اینجا اومدی؟ سردارم اونا برای ینگه حل یک هدیه گرفته است. من برای دادن رفته ایستادم. اگر خواهید من دهم. با خدا ای تشکر زیاد. مرحمت گیرید. کم پیر شوید. سلامت. تشکر عزیزم. اوه عطسه زنی و شبینه. رفتیم. روزی خوش. دخترها خانم سلیم به من مکتوب پرتو. این مکتوب است. خانم سلیم چرا با من مکتوب نوشت؟ البته نسبت من حسیاتش را گفته نمیتواند. مرا اونقدر پست است. حالا باشه عشقش رو با من بیان میکنه. ای بسا رمانتیکی. رنگ کنایه امیتاق بچه است. قسم میخورم این خانم سلیم بسیار دختری رمانتیکی است. با من مکتوب نوشته است. دل را نگاهی تو دیوانه میکنه. بخیر است خانمان با نماز آمدید. شما مرا مسخره دارید؟ استغفرالله. سلامت باشید. داملا شما با من واخورده نمیخواهید کو؟ این رو میدونم. حالا من به شما یک چیز میدهم بعد میخونید. سیرین جان با من ده اون در فکر کو. نیست در همینجا بود. سیرین سیلینی خانمان با من اجازه ده جماعت مرا انتظار است. چیکار کنم؟ آفرین جونم آخی رفتیده است. رفتیده بوده است. السلام. از من این خیلی مکتوب انتظار نبودن تو رو میدونم، اما با من دیگر فرصت نداده. هر وقتی که گپ زدی شویم جمع میکنیم. از اون گپ زنی نبار آمدیم. یک دیگرمون رو هیچ نفهمیدیم، خصوصا حادثه های آخرین. چون خودم رو با جای شما گذارم من هم میبودم هیچ کس نمیشدم. ما علکه به یک را در آمدیم. عاقبت این را ما هر دومون میدونیم که اویله‌داری است. از شما او عذر میپرسم. تمام رنجاندگی هایم رو فراموش کنید. امشب به زیر بالکن من بیایید تا با هم صحبت کنیم. عزیزم سرت مرا دوست بدارد. خدا جان سرت مرا دوست بدارد. مادر جان من میروم. با بیمارخانه رفتنم در کار. دخترم در این شبی با کجا میروی؟ صبح شود و بر وقتی رفته کارهایت را میکنی. یک چند دورو فرمایش داده بودم، رفته اونها رو قبول میکنم مادر جان. در اینجا در مغازه هم کار هست. اگر البته دکتر باشی دیگر است. من کی از کار گریخته بودم سبب؟ علاوه بر اون که اینقدر سرکار هستم با شما کمک میکنم. تو این رو نمیبینی؟ البته که میکنی بتول، البته که میکنی. اینجا مکانی نان یافتنی ما از سالهای دراز اینجا ما رو مگه نخورون؟ سوا اپا شب خوش ما هم مانده شدیم. میلش هر دویتون برایید من حل میکنم. روید. من امشب در بیمارخانه میمونم، شما خاطر نشوید. دخترم بتول رو کار میدی. از برای خدا این خیلی نکن. آخر دختر اکم رو میوبم گفته خودش رو محو کرد. آنقدر پوشیده زندگی میکند که گویا که ما در اینجا قرار نداریم. آخر درد دختر به خودش بسنده است. باز این مغازه رو فکر کنه. آخر او دکتر است. با کمکی او کار مغازه پیش نمیرود. آخر کاش که این خیلی نمیگفتم. او هم زود رنجیده رفت. امشب در بیمارخانه میمونم گفتم. بله این خیلی گفت. شوکت تو یکان چیز خورده ایست. من نزد بیتول میروم. مالش برادر گم نیست. یک چای جگری دم کن. شب بخیر افا. شب بخیر. خوش آمدید. خوش باشید. چای بیار جانم. خانم بیتول داملا
با مغازاتان رفته بودم. فکر میکنم بین شما و خانم سیوال مفاهمه شده است. او به اینجا آمدنتان رو خواست؟ نه، من وقتی با خانم و برا گپ زدنشون یعنی هنگام گفتگو کردنشون گوش کردم. به اینجا اومدنتون رو شنیدم. شاید رنجیدید گفته تنها نگذارم گفتم. اما اگر ناراحت کرده ایستاده باشم میروم. نه، استغفرالله، این خیلی نگوید. تشکر زیاد، بسیار خوب فکر کردید. خانم سیوال بسیار پشیمان بود. وقتای اخیر من هم کمی حسیاتیم. به فکرم بعضا با او خیلی جنگ میکنم، اما در حقیقت عین حال بسیار به احساسات داده شدم. در هر عائله این خیلی چیزها میشود. چی دانم در بین جنگ میکنید که هنگام آشتی شدن این کار مزه دیه، نه؟ نمیدانم، همین خیلی؟ البته همین خیلی. اما چی خوش با شما که بعد از جنگ کردن یعنی 5 دقیقه بعد باشد حتی عائله دارید که دخترمون رو رنجان نمیگویم. میگویم که در رفت بی برگ نمیشه. فرزند آدم باشد بی عائله. درست. چه زیبا گفتید. چی شد؟ پریشان شدید؟ چون نایلا گفتید به فکرم اکم اومد. عجبا او هم عائله داشته باشد. البته عائله دارد. دارد؟ شما هستید کن. دامن ما بسیار خوب بودیم، یعنی در کودکیمون از یکدیگر جدا شدیم. دیگر هیچ یکدیگرمون رو نیافتیم. در کجای حیاتی او هستم نمیدونم که شاید من رو فکر نمیکردم، شاید در خاطرش نمیومده باشم. در همه جای حیاتم هستی خواهر جانم. یک لحظه از خاطرم نمیبرای. لحظه نیست که تو رو فکر نکنم. مگر این خیلی میشود خانم بتون. یعنی شما چه خیلی که اکاتون رو فکر میکنید، باور کنید که او هم شما رو فکر میکند. شما رو چه خیلی که جستجو میکنید، او هم شما رو جستجو داره. با من باور کنید اکاتون میآید، شما رو میآورد. خواهر من گفته شما رو آغوش میکند. انشالله دامالان، انشالله. اما خواهرم در روبرویم ایستاده است. من با تو اکاد میباشم گفته آغوش کردن نمیتوانم. خدایا تو چی کار میکنی؟ بچه چی کار میکنی؟ عطر رو تمام کردی؟ پول داد خریدی؟ سردارم امشب بسیار شبی مهم است. فکر میکنم که دوخیش ما امشب در خدمت است. او با کجا؟ سردارم سیلین جان مرا دوست داشته است. سیلین؟ با من مکتوب عاشقی داد. پسرم چه خیلی مکتوب؟ مرا گوش کن. باز یگان به عقلی کرده دختر رو نرنجانی. سردارم این خیلی نیست. با من اسیاتش آشکار کرد خانم سیلین. با من مکتوب نوشته. سیلین به تو مکتوب نوشت؟ بایم باورت ناامده است که؟ آخه شما همیشه جنجال میکنید. سردارم از همه عشقای بزرگ با جنگ آغاز میشود. سردارم شاید من کمی وهمه کرده استم، اما یکی وهمه راست میآید. شاید که خدا هر دیم ما رو با هم رساند. تو این رو گذارو به من گوی که هدیه رو به حلی دادی؟ دادم. نه خان زورا رو دیدم با او دادم، با او میدید. خوب سردارم امشب من نمیام. امشب من سویده نمیرم. در یخدان یک تلیکه آش است. اگر گرسنه بودی گرم کنه خورید. خیر من رفتم. سورپریز به تو هدیه آمده است. از کی؟ از یزنه اونالا. به فکرم هدیه عذر پرسی. ای نمیخوام هر تو رود. ملش یکی کنی ده بینم چی بوده است. بد میپرتونم. شد بسیار زیبا اپا جان. میشه اونقدر بد نیست. انا گیر.
میدونم خط نوشته است. پرتو رود اونال چی نوشته میتواند؟ مدرش یک نظر کنیم. ای عجبا چی نوشته است؟ عجبا چی نوشته است آقای اونال؟ ده بینم بعد پورا کرده میپرتویی. سرویناز رو من به شوبه نگرفتم. به اینجا تعیین شده است. من گناه ندارم. زنی یگانه روح و قلب و دل من تنها تو هستی. دویم همین خیلی میشه. من نگفته بودم به تو. چی فکر داری؟ نمیدونم زهرا، نمیدونم. گوش کن عزیزم، تو حالا با ازدواج راضی شدی کن. بسیار خوب فکر کن میلش. وقتی با دو ملازی اویله‌دار شدنت خوب فکر کن. یعنی همه چیز رو سنجیده و دیده برو. التماس با احتیاط باش. اویله‌داری بازیچه نیست. بسیار چیزی مشکل است. خواهش میکنم. استاد بله هجری. یک سوال دارم استاد. بپرس. استاد انا خداوند قدرت دارد که نگذارد هیچ کس به هیچ کس بدی کند؟ بله هجری. خیر نباشد گناه شخصی که بدی میکند چیست؟ از آنی که خدا اجازه داده است این در تقدیر او در پیشونیش باشد ما او را چه خیل گناهکار کرده میتوانیم استاد؟ حالا هجری با تو این خیل فهمونم. مثلا آمده این سوال رو از من پرسیدنت رو خدا خواست. این خواست خدا است اما امر خدا نیست. اگر تو میخواستی این سوال رو از من نپرسی میگذشت، اما پرسیدی این تقدیری من شد. فهمیدی؟ استاد نوشتم اما نفهمیدم. البته وقتی نوشتن نفهمیدی. پس این خیلی فهمونم. از من سوال پرسیدنت رو از سبب نوشتن خدا آمده سوال رو نپرسیدی. خداوند از سبب آمده سوال رو از من پرسیدنت نوشت. حالا فهمیدی؟ استاد این رو فهمیدم و انا من آمده از شما سوال پرسیدم من بدی کردم. این رو نفهمیدم استاد. هجری آخر قسم مشکلش رو فهمیدی. تمام اون طرفش رو گذار. نفهمی هم میشود. یعنی مهم نیست. رو خدا از شما راضی باشد استاد. از تو هم راضی باشد. رو باز تو به مغازه شیرینی ها میرم. چخیل مغازه عقلتو خوردی. وقتی با تو گذراندن ندارم. برای خوب شدن مناسبت با بوتیا شده کمک میکنم. خدای توبه این کودک چی میگوید؟ او رو سخت رنجاندم. رفته عذر پرسم. بسیار خوب میشود جانم. به تو ما رو ببخش جانکم. ما رو هم ببخش عزیزم. برادر گوش کن. در این خانه بابای اکرم چه زور بود. آواز همون گرم کنه. رنگ آواز بلبل بود. پایمو دراز میکردیم. خوب میکردیم. چه زور بود. با خدا من از پشت خورست تو آن آوازها رو هیچ نشنیدم شوکت. جوره آن روزهای خوش دیگر در خوابم میبینم. همش از پشت تو برباد رفت. برادر همون توفاقی که در تویتون کردن کو کجا شدن؟ در دست هستن؟ در همان جاین. چیکار میکنی؟ میگم بریم بگیریم شام. شوکت با آنها دست نمیرسونی. از سرت دور کن. فهمیدی؟ یا خدای اباشه چی گپ شد برادر؟ دلت سیخ زد. چی گپ شد؟ نه داد نزن. باید با اونجا رویم عاجلا. چی شد؟ کلاس جان باز به خونه چمون برمیگرده. زندگی به زهرا چون گور تاریک بوده است. ای شوکت تو دیوانه هستی. خانه دفتر رو فراموش کردم. باید اون رو گیرم. دفتری دوملوزیو هم پیشکه گرم کنه کم قتل بدز بیار. فهمیدی کلاس؟ خانه اکرم نشید خانه خدا میرم. داملازیو سلین التماس بس سکنونه نامش رو حتی شنیدن نمیخواهم. در دنیا این خیلی انسانی یک رو ندیدم. اومد
سیلین چی اومد؟ به کجا اومد؟ چی گفته صدایی؟ زهرا دامولوزی اومد میگویم یک نگاه کن. دامولوزیو؟ ای پشیمون شد از فکرم. به هر حال برگشت. چه بد شد کی؟ عجب مکتوب رو یافته باشد. شاید. سیلین من به صحبت میروم. انشالله که گذر کرده است. برای من دعا کن. میلش عزیزم برای کن. من فکر کردم که برای عذر پرسی آمدید. بخیر است؟ چه خیلی عذر. من دفتر رو فراموش کردم. تنها برای گرفتن اون آمدم. دوملا اکنون لطفاً مانند کودک رفتار نکنید. من مانند کودک رفتار دارم. رفتارهای کرده شما بس رفتارهای مکمل ها؟ چون به فایده تان باشد این خیلی میگویید. دوملا لطفاً بد رفتاری نکنید. خانم سلی نمیشنوم. عجبا با تلویزیون پرتویم. البته عیناً مانند فیلم هندی قدیمه رومانتیکی بسیار رومانتیکی بشود. نوید سنگ در کجا باشد؟ در این باغ سنگ نیست؟ این سمی کجا شده باشد؟ من میگویم خاموشه شما باشید فشار میارید. من طاقت کردن نمیتوانم. فهمیدید؟ مرحمت خانم زهرا من حل کردم. شما دلتون رو خالی کنید گوش میکنم. رفتاری عجایبت مرا دیوانه میکند. عجیب؟ من عجیبم ها؟ یک بار به خودتون نگاه کنید. یا خدایا توبه. من چی عیب داشتم ها؟ انا همین خانم زهرا دوی ما همه خیلی هستید. شما هیچگاه خطا نمیکنید ها؟ شما مثل موسیقی بیگناه هستید. من خیلی نگفتم. من خیلی گفتم. تنها از روی خطای سمی شما مرا جزا داده ایستادید. دیگر با من نام سمی رو نگوید. فهمیدید؟ من وقتی نام وی رو شنوم دیوانه میشم. معلوم. از همین سبب رولت کوب کردید. هر کسی که او را زده باشد دستش درد رو نبینه. بیایید مونید. اگر شما نکرده باشید پس کی کرده است؟ من از کجا دادم کی زده است؟ برای همین گپ ها با اینجا اومدید. چی علاقه دارد دوملو؟ مرا دیوانه نکنید. شما موسیقی بیگناه هستید. وقتی خیلی قرار دادید مرا کمی فکر کردید؟ چی خیلی غمگین شدنی بابایم رو به بیمارخانه افتیدنش رو فکر کردید باره؟ این رو من نه. باید پیش از من شما فکر میکردید. شما رو چند مراتب آگاه کردم ها؟ دوملو به شما چند مراتب دیگر فهمونم ها؟ حادثه اون شب از اداره من تماما بیرون رخ داده است. دوملو زیا برای قانع کردن شما من باز چی کار کنم ها؟ التماس لطفاً اکنون انگشتری رو اندازید. من قرارم رو دادم. بهوده کوشش نکنید. اینها جدا شدن. دومولوزیا انگشترین رو پرداخته است. اما نمیفهمم این آدم چرا دومولوی ساخته است. با زهرا ازدواج کرده صاحب مال میشود گوید. اوف آخر چرا انگشترین رو پرداخت؟ اگر سمی فهمد زهرا و سمی از نو. نه آخر خطا فکر کردن نمیخواهم. از همه خوبش به بابایم خبر دهم. نباشد اینها جدا میشود. یک دقیقه. این بسیار کلان است. اینش بسیار خورد است. به آنجا نمیرسد.
بله اینش می شود. شاید عشق ما باران است که با بالای ما شقر شقور باریده ایستاده است. این باغچه بزرگ و این سنگی در دستم بوده. بابا جان برخیزید، نترسید، من میلیسم. چی شد؟ بابا جان زهرا با دامولای زیاد جنگ کرده ایستادن، جدا شدن. چه؟ بابا جان دامولای زیاد انگشترینش را پرتافته است. زهرا بسیار غمگین است. در کجایند؟ در حجره دامولو. رفتیم، لباسم را بیار. من زود بیار. رفتیم. انا بابا جان. بوشان ما آیله کلان هستیم. رفتیم. بله بابا جان. خدا. بسم الله. زمین لرزه؟ خانم سله انا آمدم. هیچ خواطر نباشه. شما رو میبخشم. ما با یک راه در آمدیم برای آیله داری. تو چی میگویی؟ دیوانه ای مگر؟ ببین چرا تیریزه رو شکستی؟ دیوانه شده ای تو؟ بله من دیوانه عشقی تو. کدی بیاید شما رو میبخشم. من هم به شما عاشقم. بیاید داخل. این خیلی ناممکن است. ناممکن. اصلا با این راضی نیستم. اینا کردن نمیتوانم. پدر جان یعنی شدی چی دارم؟ پدر جان در حجره دامولو پلیس هست. زهرا با دامولو جنگ دارن، جدا میشن. چی؟ دامولو زیاد واقعی اون شب شرفتان رو پس کرد میدونم اما چی؟ کار شده شد. برگرداندن نمیتوانه متاسفانه. دامولو زیاد از من چی میخواهید؟ من شما رو زوره زنم؟ تنها مرا دوست داشتن رو شنیدن میخواهم. شما رو التجا میکنم لطفا مرا شرمنده نکنید. خانم گوش کنید، این خیلی نکنید. با من مانند آدم بی انصاف رفتار نکنید. شما بسیار شخص بی وجدان هستید. من بی وجدان کرده ایستادم؟ بله آخر طاقتم طاق شده، عذاب کشیده ایستادم. دروغ زهرا، با آتش در داخلم بوده داد زده تو رو دوست میدارم گفتن میخواهم، اما داد زدن نمیتوانم، چون که برای داد زدن نفس کشیدنم لازم است. من باشم هنگامی به چشمان تو نظر کردن نفس کشیدن نمیتوانم. به چشمانم نگاه کرده نگفته ایستاده، درونم میسوزه. عذاب کشیدنم رو دیده اینقدر آروم ایستاده میتوانید؟ قلبم میسوزه. چه خیلی اینقدر بهیز شده میتوانید؟ من مگر عذاب نمیکشم، قلبم میسوزه. این کاری کردهتان بسیار ظالمی است. بس هستی؟ در اصل شما بس کنید. باز همون گپ ها را تکرار میکنی. نکرده ایستادم. بله عیناً همون کار را نکرده ایستادم گفتم. کرده ایستاده ای. چی کار کرده ایستادم؟ چی کار؟ مایلش از شما خلاص میشم. مایلش راحت کردید، از من خلاص میشوید. چرا گریه داری؟ تو دامولازیا چرا نبیرم را میگیری؟ شنیده هایم راست است؟ در حقیقت شما جدا شدید؟